کسری بودجه وقتی که از لنز علم اقتصاد نگاه میکنه فی نفسه چیز بدی نیست. در فضای مجازی مطرح میشه که حضرت آقا چرا مصداقی در یک موضوع خاص مثلا در مورد بحث لوازم خانگی ورود کردن. پاسخ من این هست که این هم به دلیل نداشتن نقشه کلان صنعتی هست. میگن که اتفاقا ما باید بیایم از ظرفیت کسری بودجه برای سیاست‌های انبساطی استفاده بکنیم. شما هر سیاستی که اسم ببرید در اقتصاد حتما یه سری پیش نیازها داره که اگر اون پیش نیازها فراهم باشه خب طبیعتاً اون سیاست موفق‌تر خواهد بود. آیا خصوصی سازی کوچک سازی دولت است یا خیر؟ خصوصی سازی کوچک سازی دولت نیست. در ادبیات کشورهای در حال توصیه رهبری مبنی بر هدایت اعتبار رو در این پازل می‌بینیم. بعضاً با توجه به این توصیه رهبری سعی می‌کنن که دیدگاه‌های اقتصادی رهبر انقلاب رو نزدیک به جریان راست و لیبرال معرفی کنند. در همین دو سوالی که مطرح فرمودید نشون میده که بیانات حضرت آقا در معرض تحریف قرار داره. ما باید از دوگان دولت و بازار دیگه عبور بکنیم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مجله تصویری چارسوی اقتصاد. در این قسمت از برنامه می‌خوایم راجع به یکی از موضوعات پربسامد در فضای رسانه‌ای کشور و میان کارشناسان اقتصادی صحبت بکنیم و اون هم بررسی دیدگاه‌های اقتصادی آیت الله خامنه‌ای. خب رهبر معظم انقلاب نکاتی رو در مورد برخی از موضوعات اقتصادی همواره به دولت مردان و مجلسی ها توصیه می کنند که این توصیه ها بعضاً مورد قضاوت قرار می گیره و بعضی ها سعی می کنند که یک چارچوبی از دیدگاه های اقتصادی رهبری ارائه بکنن و اون رو منتسب به یک جریانی بکنن. برای مثال توصیه رهبری در مورد خصوصی سازی یا توصیه هایشون در مورد هدایت اعتبار، هدایت نقدینگی، در مورد ام الخبائث بودن کسری بودجه و سیاست‌های و توصیه‌هایی که در مورد حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات یا تعرفه‌هایی که در مورد واردات کالاهایی که ساخت داخل داره انجام میشه دارن رو بعضاً مورد نقد و انتقاد قرار میگیره و قضاوت‌هایی در مورد این توصیه‌ها انجام میشه. در این باره در خدمت دو تن از پژوهشگران اقتصادی هستیم، جناب آقای محمد باقر شیرمهنجی و جناب آقای سید مقداد ضیاطبار. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای شیرمهنجی اگر اجازه بدید پرسش اول رو از شما بپرسم. برای پرسش اول میخواستم در مورد سیاست خصوصی سازی که رهبری به اون توصیه میکنن بپرسم. بعضی معتقدن که این توصیه ها برآمده از توصیه هایی که حالا اجماع واشنگتن اون رو از ابتدای دهه 80 میلادی حالا مطرح کرد و تقریبا از دهه 70 شمسی تو خود کشور ما توسط سیاستگزاران مطرح شد اومده و بعضاً با توجه به این توصیه رهبری سعی میکنن که رهبر انقلاب دیدگاه‌های اقتصادی رهبر انقلاب رو نزدیک به جریان راست و لیبرال معرفی کنن. میخواستم اگر ممکنه برای شروع در این باره بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت آقای گلروی عزیز، آقای دکتر ضیاطبار و بینندگان برنامه چارسو. موضوع بحث رو اندیشه‌های اقتصادی حضرت آقا قرار دادید. من یه نکته رو قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث مطرح بکنم و اون نکته این هست که منظومه اقتصادی حضرت آقا حداقل تا الان که ما بررسی کردیم 8 محور تا 9 محور رو ما احصا کردیم، از بخش خصوصی، بخش دولتی، سیاست‌های خارجی، سیاست‌های رفاهی حضرت آقا، نهادهای زیر مجموعه. طبیعتا در یک جلسه ما نمیتونیم به تمام منظومه فکری بپردازیم، بنابراین در این جلسه احتمالاً بتونیم 3 یا 4 موضوع رو بحث بکنیم که حالا من نکات کلیدی رو در یادداشت‌های خودم آوردم که مطرح بکنیم، مهمترین حرف‌ها در این جلسه مطرح بشه. در مورد سوالی که فرمودید خصوصی سازی، من خصوصی سازی رو در دوگان اجماع واشنگتنی و جریان مقابل اون تحلیل نمی‌کنم امروز. یک گزاره‌ای رو مطرح می‌کنم و بر اساس اون گزاره تحلیل خودم رو ارائه میدم.
این گزاره میگه که خصوصی سازی دولت را کوچک میکنند. خب یه سر طیف که اجماع واشنگتنی هستن میگن که خب خوبه، ما میخوام دولت کوچیک بشه. اون سر طیف میگه که نه، دولت کوچیک یعنی دولت ناتوان، یعنی دولتی که دیگه اختیارات نداره، این کار نباید بکنید. حضرت آقا در مورد این چی میگن؟ حضرت آقا دو تا دیدگاه دارن. یکی این که میگن که از تصدیگری افراطی دولت در اقتصاد با جلوگیری بشه، دولت از این دست برداره. برای اینکه دولت از این دست برداره، خود تصدیگری افراطی و تصدیگری یک وجه تمایزی دارن که من تو بخش بعدی در مورد اون صحبت خواهم کرد. یه نکته هم که حضرت آقا دارن اینه که دولت در واقع زمینه‌ها و فعالیت‌هایی که بکر هستن و توش فعالیت داره و سرمایه گذار هم منتظر هست که بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه، رها بکنه و به سراغ دوردست ها بره. دوردست ها منظور فعالیت هایی هست که به هر دلیلی بخش خصوصی راغب نیست که در اون کسب و کار سرمایه گذاری بکنه. بنابراین اون گزاره‌ای که مطرح کردیم رو حالا میخوام پاسخشو بهش بدم که آیا خصوصی سازی کوچک سازی دولت است یا خیر؟ خیر، خصوصی سازی کوچک سازی دولت نیست. در ادبیات کشورهای در حال توسعه که به غیر از وظایف تنظیمگری، دولت‌ها وظایف توسعه‌ای هم دارن. حالا در مورد خصوصی سازی گزاره من این هست که مقابل اون قرار میگیره. خصوصی سازی در واقع بازسازی قدرت و توانمندسازی دولت هست. به چه معنا؟ یه سری بخش‌هایی رو ما داریم تو کشورمون، مثل تکنولوژی، مثل فعالیت‌های های تک، مثل جنگ الکترونیک، بحث پیجرها که در لبنان مطرح شده و کلی شهید داد، هوش مصنوعی که حضرت آقا تاکید کردن که ما باید به لایه‌های عمیق اون دست پیدا بکنیم. سوال اینه که ما وضعمون الان تو این حوزه‌ها چجوریه؟ تو چه وضعی هستیم؟ قطعاً وضع ما مناسب نیست. حالا چه باید کرد؟ چرا بخش خصوصی سراغ این نمیاد؟ چون بخش خصوصی براش به صرفه نیست. از انتهای این فعالیت اقتصادی مطمئن نیست. کی باید بیاد؟ دولت باید بیاد. دولت آیا میتونه بگه برای منم به صرفه نیست؟ نه. شما دنبال صرفه نباید باشی. دولت باید تو این فعالیت ها ورود بکنه. حالا دولت پاسخی دارد. میگه من توانشو ندارم تو اینها ورود بکنم. بالاخره من هر آنچه که در اقتصاد بوده رو روش وقت گذاشتم، توان گذاشتم، سرمایه گذاشتم، دیگه نمیتونم به اونها برسم. بعد شما شاهد مثال میاری که چین روی هوش مصنوعی چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، شما چرا نه؟ ما اینجا پیشنهاد میدیم به دولت برای اینکه بازیابی بکنین توان خودش رو، به جای فعالیت‌هایی که به تولید کالا ختم میشه اینها رو واگذار بکنه به بخش خصوصی و توان دولت بازیابی بشه، با اون توانی که داره بره سراغ صنایع های تک، صنایع پیشرفته و پیشران اقتصاد. اون موقع شما با یک دولتی مواجه خواهید بود که قدرتمندتر از قبل هست. یعنی خصوصی سازی وقتی که به معنای مهاجرت باشه، همینجوری که حضرت آقا گفتن، از یه زمینه هایی که بخش خصوصی در واقع تشنه هست برای سرمایه گذاری تو این زمین ها. سالهای سال هست این بحث خیلی داغه که نرخ تشکیل سرمایه منفی هست. خب چرا منفی؟ شما به بخش خصوصی آب نشون ندادی که شنا بکنه. آب دست خود شماست، داری آبتنی میکنی. به بخش خصوصی کویر نشون دادی، گفتی حالا چرا نمیای آبتنی بکنی؟ چرا تو میری تو بازار موازی؟ چرا میری طلا میخری؟ چرا سکه میخری؟ چون نیست، زمین بازی براش نیست. یه جایی رو براش گذاشتید که بازدهی نداره، اصلا وظیفه دولتی که بره سراغ اون بخشا، مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه دیگه. در مورد تصدیگری افراطی هم که گفتم یک وجه تمایزی داره با خود تصدیگری، همین بحث هست، اینکه دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، در کشور توسعه یافته که دولت وظیفه تنظیمگری خودش رو داره، تصدیگری انجام نمیده، اما در کشورهای در حال توسعه تجربه کشورها نشون میده سطحی از تصدیگری توسط دولت‌ها اتفاق میفته. دلیلش چیه؟ اینه که بغیر از وظایف تنظیمگری، وظایف توسعه‌ای هم برای این کشورها تعریف شده، برای این دولت‌ها تعریف شده و دولت‌ها باید سراغش برن. حالا حضرت آقا میگه که دولت‌ها تصدیگری افراطی در اقتصاد نداشته باشن. این افراطی همون زمینه‌ای هست که بخش خصوصی تشنه است که در اون سرمایه گذاری بکنه. یعنی همین الان شما قصد واگذاری داشته باشی، یک صف تشکیل میشه که بیان سرمایه گذاری بکنن. در همین شرایطی که ما میگیم نرخ تشکیل سرمایه منفی هست و سرمایه گذاری نداریم. و اون تصدیگری چیه؟ تصدیگری اون بخش هایی هست که در دوردستن، بخش خصوصی رغبتی نداره به اونها ورود بکنه.
بنابراین دولت اجازه داره که اونجا ورود بکنه و تصدیگری بکنه. در واقع دولت به مثابه یک پدر خوب هست، یک پدر خوب که باید فرزند خودش رو در ابتدای زندگی کمک بکنه، وقتی فرزند رشد کرد رها بکنه. چرا؟ در یک خانواده ممکن یک پدر 2 فرزند 3 فرزند داشته باشه، در یک کشور این شکلی نیست. یک دولت فرزندان بسیاری داره. شما وقتی که برید سراغ یه بخشی مدام اون رو تامین مالی بکنید، نتیجهش میشه ناترازی هایی که ما امروز داریم و نابرابری درآمدی که ما امروز داریم، به خاطر اینکه شما رها نکردی اون فرزند رو. به فرزند اول مدام پول دادی که شده یه بخش دولتی قدرتمند، بخش خصوصی که فرزندان بعدی بودن یا ملت شما به سراغ اونها نرفتی. این نتایج پسینی داشته که مشکل ساز هست و از اثرات عدم توجه به خصوصی سازی هست. ضیاءتبار، برخی ها میگن که اساساً موج خصوصی سازی که توی ایران مطرح شد به خاطر اون حالا اتفاقاتی بود که تو دولت ریگان و تاچر تو دهه 80 میلادی اتفاق افتاد و اینها هم شروع کردن به اعلام خصوصی سازی و یک موج جهانی به وجود افتاد و ایران دنبال رو این موج جهانیه. و از این رو میگن که با توجه به اینکه ما ساختارهای نهادی و آمادگی برای خصوصی سازی نداشتیم، یه سری چالش هایی برای ما به وجود آورد و این حمایت هایی که از خصوصی سازی شکل گرفت ناشی از تبعیت از این رویکرد جریان راست در دنیا بود. آیا واقعا اینطور بوده؟ یعنی دیدگاه رهبری هم میشه گفتش که تبعیت از اون جریان غالب در دنیا بوده یا نه یک منظومه‌ای داشته که رهبری طبق این چارچوب چنین سیاست گذاری کرد؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای شیرمحنجی. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و بینندگانی که بعدها گفتگوی ما رو میشنون و میبینن استفاده بکنن. ببینید، وقتی که راجع به فرمایشات رهبری صحبت میکنیم، اگر احیانا نکته ای از ایشون کلیتش یا برخی از وجوه اون با یک مکتب فکری خاص دیگری در علم اقتصاد مشابهت داره، این نباید باعث بشه که ما در دام یک تحلیل سطحی بیفتیم و یه برچسبی رو در واقع بزنیم به فرمایشات ایشون و بگیم خب این سیاست مال فلان مکتب خاص بوده. به نظرم باید فرمایشات رهبری رو تو همون در واقع منظومه‌ای که وجود داره ما فهرست بکنیم و اگر قرار باشه مکتبی وجود داشته باشه از دل همون در بیاریم، یعنی همونجا باید در واقع اون رو بررسی بکنیم. تأکید بر خصوصی سازی اقتضای به نظرم اقتصاد ایران بوده. ببینید، خصوصی سازی یه ماهیت خیلی مهم داره و اونم اینه که شما آحاد جامعه خودتون رو در فرایند توسعه مشارکت بدید. هیچ مثالی رو نمیتونید پیدا بکنید که با یک فعالیت لکه‌ای و 2 نیرو 3 نیرو یک کشور تونسته باشه مسیر توسعه رو طی بکنه. مهمترین پیش نیازش اینه که همه آحاد جامعه شما نقش بپذیرن در فرایند توسعه. بنابراین خصوصی سازی که ماهیتاً به دنبال این بوده که کسب و کارهای مختلف شکل بگیره و آحاد جامعه شما نقش بپذیرن در اقتصاد شما، اقتضای اقتصاد ایران بوده و یک امر کاملا منطقی و معقولی بوده. وقتی که در مقام قضاوت میخوایم بر بیایم، باید تفکیک بکنیم اینکه این امر فی نفسه چیز خوبی هست یا خیر و اگر اجرا شده آیا اجرا خوب بوده یا خیر. همونطور که در واقع فرمایشات رهبری هم وجود داره، ما در اجرا ممکنه اون دقت نظری که لازم بود رو نداشتیم
و باعث شد که خروجی که ایجاد شد با اون مطلوبی که به دنبالش بودیم فاصله داشته باشه. اون دقت نظر من خودم معتقدم باز ناشی از اقتضای اقتصاد ایران نبوده. یعنی اگر ما اون دقت نظر رو انجام میدادیم، همون شرایط نهادی و زمینه‌های اقتصاد سیاسی ایران میتونست به ما کمک بکنه به بخش قابل توجهی از اهدافمون در خصوصی سازی برسیم. به نظرم یه مقدار عجله کردیم و شاید با اون ظرافتی که لازم بود انتخاب نکردیم که از چه صنایعی شروع بکنیم و به عنوان مثال یکی از ظرافت‌ها این هست هر صنعت با صنعت دیگه متفاوته. ممکنه بعضی جاها شما نیاز باشه خصوصی سازی رو افقی انجام بدید، بعضی جاها عمودی انجام بدید، کلیت اون صنعت از بالا به پایین رو خصوصی سازیش بکنید. ما این دقت نظر رو نداشتیم و احساس می‌کنم صرفاً در اجرا یه ضعفی داشتیم و منجر شد که الان بعد از گذشت سالها نمره خوبی به این فرایند ندیم. اما این نباید باعث بشه که ماهیت مسئله رو زیر سوال ببریم، نباید باعث بشه که این رو برچسب بزنیم به یک مکتب فکری خاص در اقتصاد. آقای دکتر شیمنجی، برخی‌ها حالا از اون طرف افتادن و با توجه به توصیه‌های رهبری مبنی بر هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار میگن که حضرت آقا طرفدار اقتصاد دستوری و به قول معروف طرفدار دخالت حداکثری دولته. از این منظر میخواستم بفرمایید که توصیه‌های رهبری مبنی بر این که حالا اعتبارات بانکی باید به بخش حقیقی برسه و نقدینگی رو با ابزارهای حالا مالیاتی کاری بکنیم که به بخش حقیقی برسه، در چه چارچوبی قرار میگیره؟ عرضم به حضور شما که در همین 2 سوالی که مطرح فرمودید نشون میده که بیانات حضرت آقا در معرض تحریف قرار داره. در سوال اول گزاره‌ای رو مطرح فرمودید و در ادامه گفتید که رهبر رو با این گزاره لیبرال معرفی میکنن و در سوال دوم رهبری طرفدار مداخله حداکثری دولت و اقتصاد دستوری هست. البته اینا قضاوت‌های من نیست، بله. می‌کنم که چیزی که توی فضای مجازی و ژورنالیست اقتصادی هست رو مطرح بکنم که شبهاتش جواب داده بشه. در مورد هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار، اول اینکه این 2 مفهوم مجزا از هم هستن. تا قبل از 1400 رهبری از واژه هدایت نقدینگی استفاده می‌کردن که از 1400 به بعد به هدایت اعتبار تغییر یافت و کلیدواژه هدایت اعتبار در بیانات ایشون پررنگ شده. خب هدایت اعتبار هم در کشورهای در حال توسعه که برنامه توسعه‌ای دارند، اینها مجاب هستن برای اینکه برنامه توسعهشون ران بشه و جلو بره، یه سری رانت‌هایی رو به فعالیت‌های مولد اختصاص بدن و اسمش هم گذاشتن رانت مولد. رهبری هم روی بحث هدایت اعتبار تأکید کردن. هدایت اعتبار پیش شرط هایی داره، روی پیش شرط های اون هم تأکید کردن. وقتی که ما عرض میکنیم که بیانات حضرت آقا رو باید به صورت منظومه‌ای دید، دلیلش همین هست. حالا من میگم اون پیش شرط چیه در مورد هدایت اعتبار. خب رانت مولد برای کشوری که دنبال توسعه هست در ظاهر خوب هست، ولی میتونه مشکلاتی داشته باشه. کی؟ ما رانت مولد میخوایم بدیم به کی؟ ما برنامه توسعه صنعتی داریم؟ خیر. تصویر واضحی از نقشه کلان توسعه داریم؟ نقشه کلان صنعت داریم؟ خیر. ما کسب و کار رو رتبه بندی کردیم؟ خیر. این وام رو به کی بدیم؟ اون تعبیری که حضرت آقا به کار بردن که زرنگ ها نیان سراغ این رانت مولد و بگیرن. خب اینو باید به کی بدیم؟ بنابراین یکی از پیش شرط های هدایت اعتبار اینه که قبل از اینکه شما خیلی خطی تنها به همین کلید واژه بپردازید، اینه که به سند استراتژی توسعه صنعتی هم توجه داشته باشید و به نکاتی که فعالان صنعتی در این مورد میگن هم توجه داشته باشید. حضرت آقا هم خود هدایت اعتبار رو تاکید کردن، هم نقشه کلان صنعت رو تاکید کردن، هم تسهیل و بهبود محیط کسب و کار. خب اینا پیش شرط هستن. وقتی شما منظومه‌ای نگاه میکنید میبینید که بله، اگر هر سه اینها با هم کار بکنن هدایت اعتبار نتایج خوبی خواهد داشت.
اما اگر یکی از اینها ما کاریکاتوری بریم سراغش و عمل نکنیم بهش، نتایجی داره، نتایجش هم مشخصه. شما الان تو کشور ما با یه تعداد کسب و کار یا بنگاه مواجه هستید که اینها با بهره‌وری پایین سود بالا دارن. مثلا فلان صنعت فلزات مطرح میکنه، میگه که ما حاشیه سود ما به اندازه حاشیه سود همین صنعت در اروپا است. خب آیا ظرفیت شما به اندازه اونهاست؟ آیا تولید شما به اندازه اونهاست؟ آیا بهره‌وری و کارایی شما به اندازه اونهاست؟ نه. شما حاشیه سود شما از یک مسیر غیر از بهره‌وری مشخص شده. اون هم رانت هایی هست که از بازارهای مختلف گرفتید. از بازار پول، رانت نرخ بهره، از بازار انرژی، بازار تعرفه و مسائلی از این دست. شما از 6 تا 7 تا بازار میتونید رانت بگیرید که حاشیه سود خودتون افزایش بدید. این امکان ممکنه برای بقیه وجود نداشته باشه. بنابراین اگه خلاصه بکنم، هدایت اعتبار و پیش شرط هاش باید همشون با هم رفت سراغش. حضرت آقا هم رو همشون تاکید داشتن تو منظومه فکریشون. اون نتیجه‌ای که الان می‌بینیم از یه سری سیاست‌ها مثل در واقع رانت نرخ بهره پایین برای یه سری از فعالیت‌های اقتصادی، این که می‌بینیم به تولید نینجامیده به دلیل اینکه به پیش شرط‌های هدایت اعتبار توجه نداشتیم. آقای دکتر، نظر شما چیه که بعضی، حالا همونطور که آقای دکتر شیمنجی مطرح کردن، سیاست هدایت اعتبار عموماً برگرفته از الگوی کشورهای موفق شرق آسیاست که تونستن یک کچاپی بکنن و پیش نیازشون اینه که یک نقشه توسعه صنعتی داشته باشن. آیا توی منظومه فکری رهبری همین نکات دیده شده، این پکیج کامل دیده شده که چنین توصیه‌ای مطرح میکنن که ما بتونیم که از این سیاست به نحو بهینه استفاده بکنیم؟ بله، بسیار عالی. ببینید، ابتدا یک منطق رو بپذیریم. ما اون منطق اینه که ما باید از دوگان دولت و بازار دیگه عبور بکنیم، هم با توجه به پیشرفت‌هایی که علم اقتصاد کرده و هم با توجه به تجربه زیسته ما در سیاست گذاری اقتصاد در سالهای اخیر. باید این رو به ما آموخته باشه که ما دیگه اون دوگان دولت و بازار خیلی به کار ما نمیاد و اساساً مهم هم نیست. دولت و بازار در مقابل هم نیستند، بلکه مکمل هم هستند. وقتی که این رو میپذیریم و باورش میکنیم، اون وقت توصیه رهبری مبنی بر هدایت اعتبار رو در این پازل میبینیم. دیگه اون برای ما توجیه داره. خب طبیعتاً شما هر سیاستی که اسم ببرید در اقتصاد حتما یه سری پیش نیازها داره که اگر اون پیش نیازها فراهم باشه، خب طبیعتاً اون سیاست موفق تر خواهد بود. هدایت اعتبار در ایران اولا یک الزام خیلی مهم هست که عرض میکنم چرا، و دو، پیچیدگی هایی وجود داره که ما باید اونها رو در واقع مورد توجه قرار بدیم. وقتی شما یک کشور در حال توسعه هستید، این خیلی مهمه به نظرم. خود همین بحث من منطق هدایت اعتبار رو جا میندازه. وقتی شما یک کشور در حال توسعه هستید، نیاز دارید با یک سرعت فراتر از آنچه که موجود هست به سمت پیشرفت حرکت بکنید. اگر با منطق علم اقتصاد رایج و با منطق اقتصاد بازار بگید خب عرضه و تقاضا هست، اونها تعیین میکنه چه صنایعی پیشرفت بکنن، چه صنایعی کنار برند، چه کسب و کارهای رشد پیدا بکنن، اون شما رو به سمت توسعه هدایت نمیکنه. البته در حداقل ترین شرایط میتونیم بگیم که خب در بلند مدت، اما من عرضم اینه که هیچ وقت شما رو به سمت توسعه هدایت نمیکنه، چون رقبای شما اجازه نخواهند داد. بنابراین شما اینجا دوست دارم از لفظ دوپینگ استفاده نکنم، ولی الان لغت دیگه به ذهنم نمیرسه، ولی اینجا هدایت اعتبار گویی که یک دوپینگی هست، ظرفیت و توان فراتر از آنچه که در اقتصاد شما و شبکه بانکی داره ایجاد میکنه برای شما تا بتونید یک سری از صنایع رو به سمت جلو خودشون بدید.
بنابراین یک اقتضا این هست که شما بدونید که کشور در حال توسعه هستید و لازم هست و نیاز دارید که با یک سرعت فراتر از آنچه که رقبای شما در منطقه و دنیا دارن حرکت میکنن حرکت بکنید و هدایت اعتبار یه بخش مهمی از اون هست. نکته دوم که آن سمت در واقع هدایت اعتبار است، یعنی شما اگر هدایت اعتبار انجام ندید چه اتفاقی میافتد، این هست که فضای اقتصاد کلان ایران رو شما در نظر بگیرید. یه شرایط تورمی، نرخ بهره واقعی منفی هست، کسب و کارهای مولد و فعالیت‌های مولد خیلی سودده نیستند، انگیزه خیلی زیادی هم وجود نداره برای اینکه فعالیت‌ها به اون سمت برند و در عوض فعالیت‌های نامولد و سوداگری و سفته بازی به شدت سودده و جذاب هستند برای آحاد شما. خب اینجا شما وقتی هدایت اعتبار انجام میدید حداقل با یک ابزار دارید تلاش میکنید منابع شما که خیلی حیاتی و مهم هستند به اون سمت سوق پیدا نکنند و این مهمه چون وارد یک سیکلی میشید که روز به روز بیشتر به شما آسیب میزنه، به اقتصاد کلان شما آسیب میزنه و یک سیکل تورمی مخربی رو ایجاد میکنه. منطق سوم به نظرم شرایط تحریمی هست. وقتی شما در شرایط تحریمی هستید اولا دارایی مهم شما که نفت بوده رو نمیتونید بفروشید، منابع مالی نمیتونه وارد کشور بشه که بتونید کسب و کارها رو در واقع تامین مالی بکنید. نکته دومش اینه که سرمایه گذار خارجی هم دیگه رغبت نداره که بیاد و در کشور شما سرمایه گذاری انجام بده. تو این شرایط خیلی لازمه و منطقیه که آنچه که دارید رو خوب ازش استفاده بکنید. و چه چیزی داریم ما؟ اون حجم در واقع اعتباراتی که داریم در واقع در هر سال اعطا می‌کنیم به جاهای مختلف. حالا به کسب و کارها میدیم یا یه بخشیشو شاید دولت از مسیر کسری بودجه داره استفاده میکنه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم فعلا، اما این یه منطق سومیه. بنابراین منطق اول شما در کشور در حال توسعه هستید، لازم هست که یه سری از کسب و کارها رو به نوعی پوش بکنید و به سمت جلو هدایت بکنید. نکته دومی بود که اگه هدایت رو نکنید پول به جاهایی میره که همچنان به اقتصاد شما ضربه میزنه. و نکته سوم اینه که در شرایط تحریمی هستید و چون منابع مالی محدوده باید تصمیم بگیرید که از همین منابع مالی که وجود داره به خوبی استفاده بکنید. در مورد پیش نیازها خب طبیعیه وقتی که به عنوان مثال شما تنظیمگری درستی ندارید، مالیات بر عایدی سرمایه ندارید، کسب و کارهایی که یا عایدی هایی که از مسیرهای سفته بازی و سوداگری ایجاد میشه پایش نمیشه، مالیات پرداخت نمیکنن و حالا مسائل از این دست که حالا در قالب در عنوان کلی‌تری به نام ضعف در تنظیمگری میتونیم اونها رو قرار بدیم. سیاست صنعتی ندارید. خب اینها طبیعتاً آسیب میزنه. اینکه وقتی که شما میخواید سیاست هدایت اعتبار در پیش بگیرید اینها موانع خیلی مهمی هستن. به هر نسبتی که بتونید اونها رو تأمین بکنید، اون پیش شرط ها رو، طبیعتاً میتونید در واقع در سیاست هدایت اعتبار موفق‌تر باشید و به اهدافتون برسید. دکتر اون حالا توی ادبیات اقتصادی سیاست هدایت اعتبار رو بیشتر شاید موضوعی باشه که حالا تو کشورهای شرق آسیا تجربه شده، اون تخریب خلاق شومپیتری که بر اساس یک نقشه توسعه صنعتی میره جلو. مثلا اینم توصیه رهبری مبنی بر هدایت اعتبارم کاملا ناظر به همونه، یعنی دقیقاً دارن نعل به نعل همون توصیه رو میکنن یا اهم از اون توصیه هایی که حالا جریانی که حالا طرفدار دخالت حداکثری دولت یا مثلا میگن که ما باید یک شرایطی رو شبیه مثلا ژنرال پارک یا مثلا ژاپن دهه 60 میلادی داشته باشیم. یعنی اینکه رهبری صرفا دارن میگن توصیه میکنن که اهم از آقا این که میخواد روشش چگونه باشه باید روش هایی که جلوگیری بکنه از فعالیت های غیر مولد، حالا میخواد حالا رعایت قوانین بازل و کمیته بال و این هم باشه،
یعنی میخوام بگم که آیا رهبری مشخصا دارن اون رو میگن یا اینکه نه فارغ از اینکه دو جریان دارن چه توصیه‌ای برای اینکه تسهیلات بانکی به تولید بره دارن ارائه میکنه؟ ببینید وجوه مختلفی داره. نکته این هست که عرض کردم ما باید منظومه رو نگاه بکنیم و مجموعه رو نگاه بکنیم. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خودشون میفرماد که ما باید یک نقشه جامع صنعتی داشته باشیم که بتونیم در واقع اونها رو حمایت بکنیم. بنابراین اینجا یه منطقی وجود داره. وقتی ما قرار یک هدایت اعتباری انجام بدیم باید اون نقشه وجود داشته باشه. اون هدایت اعتبار یه ابزار شماست، یه ابزار شماست برای یک رسیدن به یک هدف. اون هدف چیه؟ قرار یک سری از صنایع رو شما ارتقا بدید. بنابراین بخوام اینطور عرض بکنم، برمیگردم به عرض اول خودم. اگر قرار باشه برچسبی انتخاب بکنیم برای توصیه‌های رهبری، باید در خود منظومه ایشون پیدا بکنیم. ایشون توی سیاست‌های کلی اگر اشتباه نکنم برنامه 6 هست که توصیه میکنن که کار تامین مالی باید برای بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام بشه. یه نقش خیلی ویژه‌ای هم برای صندوق توسعه ملی ایشون لحاظ میکنن. ولی همه اینها ذیل اون در واقع فرمایش ایشون هست که شما باید یک نقشه رو اول داشته باشید و مطابق اون نقشه پیش برید. کشورهای دیگه، حالا شرق آسیا رو فرمودید شما، اونها هم خب طبیعتاً یک نقشه‌ای داشتند، اما وقتی که شروع می‌کنیم این امر رو انجام دادن باید یک متر و معیاری داشته باشیم که ادامه بدیم یا خیر و تو چه اوضاعی وجود بگیم. اونم اینه که آیا هدایت اعتبار داره کار میکنه یا نه. چون وقتی شما هدایت اعتبار انجام میدید بالاخره یه رانت کوچکی دارید میدید، ولو اگر در قالب یارانه نرخ بهره باشه، دارید یه حمایتی انجام میدید شما در مقام دولت. باید ببینید اون حمایتی کار میکنه یا نه. این که به عنوان مثال شما به یک بخش خاصی، به عنوان مثال خودروسازی، سالها حمایت انجام بدید و اون کار نمیکنه و همچنان ضعف داره، شما باید یک بازنگری در سیاست هدایت اعتبارتون انجام بدید. اون متر و معیار خیلی مهمه. اینکه شما همواره حواستون باشه هدایت اعتباری که انجام دادید، تامین مالی که انجام دادید، اون رانت یا حمایتی که انجام دادید آیا داره درست ازش استفاده میشه یا خیر. اگر اون رو مراقبت بکنید و به محض اینکه انحراف ها رو میبینید اصلاحش بکنید، قطعا به اهدافتون میرسید. دکتر، یکی از انتقادات و مباحث دیگه‌ای که تو فضای مجازی راجع به مواضع اقتصادی رهبری مطرح شد، سیاست‌های مورد نظر ایشون مبنی بر حمایت از تولیده که دقیقاً چه سیاست‌هایی رو ایشون دنبال می‌کنن. حالا یک مصداقش که خیلی مورد بحث قرار گرفت سخنرانیشون در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی که حالا مشابه داخل وجود داره. برخی میگفتن که حالا ورود رهبری به طور مصداقی توی سند درسته یا نه، یا اینکه آیا اساساً بدون اینکه حالا همه صنایع رو در نظر گرفت ورود بخشی ایشون در مورد این مواضع درسته یا نه. عرضم حضور شما که در سوالات قبلی ما وزنی رو دادیم به سیاست صنعتی، در این سوال هم من میخوام این کارو بکنم. استفاده از موانع تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات در شرایط و اقتضاعاتی در کشورهای مختلف دنیاها مرسوم هست، یعنی استفاده میکنن از این. اما یه سوال پیش میاد. سوالم اینه که چطور در یک سری کشورها این ممنوعیت رو میذارن، این حمایت تعرفه‌ای رو میذارن، یک صنعت قوی شکل میگیره، در یک کشوری مثل کشور ما صنعتی مثل خودروسازی که آقای دکتر اشاره کردن شکل میگیره. خب این صنعت خودروسازی حضرت آقا هم فرمودن مردم از کیفیت خودروها ناراضی هستن، رهبری حق رو هم به مردم دادن، گفتن که حق با مردمه، کیفیت ما نداریم، سالها از اینها حمایت کردیم اما به نتیجه نرسید. در واقع حمایت تعرفه‌ای مشابه هدایت اعتبار یک رانت یا یک فرصت هست برای یک صنعت.
حضرت آقا این رو مطرح میکنن. باز هم پیش شرط نقشه کلان صنعت لازم هست که این سیاست رو کجا برای چه صنعتی و در چه زمانی در نظر بگیریم. این صنعت الان نوپا هست یا نه، سالهای سال کار کرده، به نتیجه رسیده یا نه. اینها رو توی بیانات میشه دید. و نکته‌ای که وجود داره در مورد بحث واردات اینه که حدود و ثغور واردات در ادبیات اقتصادی حضرت آقا به یک حالت صفر و صدی محدود نمیشه. ایشون یک خط قرمز دارن در مورد واردات. خط قرمزشون هم تولید هست. یعنی مادامی که واردات به تولید داخل ضربه‌ای نزنه، مخرب نباشه برای تولید داخل، ایشون برای واردات قید خاصی رو نمیذارن. حالا یه سری قیدها مثل این که کالا استراتژیک هست، امنیتی هست، مثل بحث گندم استراتژیک که خودمون با تولید بکنیم، این مسائل رو بذاریم کنار. خط قرمز اصلی در واقع بحث تولید هست. و در مورد نقشه کلان صنعت و این راهی هم که گفتم، هم هدایت اعتبار، هم حمایت تعرفه‌ای، هم سایر راندهایی که به تولید داده میشه، اینها میتونن نتایج خوبی داشته باشن در کشوری که برنامه توسعه‌ای داره و بر اساس اون حرکت میکنه. اصلا این نکته‌ای که شما فرمودید در فضای مجازی مطرح میشه که حضرت آقا چرا مصداقی در یک موضوع خاص، مثلا در مورد بحث لوازم خانگی ورود کردن. پاسخ من این هست که این هم به دلیل نداشتن نقشه کلان صنعتی هست. وقتی شما یک قاعده رو تعریف نکردید، حاکم اون جامعه به صلاح دید خودش در جاهای مختلف ورود میکنه. اون لحظه گزارش هایی رسیده که صنعت لوازم خانگی داره رشد میکنه، هر نوع واردات این صنعت رو زمین میزنه. بعد از چند سال هم دوباره حضرت آقا نقد کرد همونها رو، گفت عده‌ای سوء استفاده کردن از این قضیه. بنابراین عرضم اینه که وقتی که شما یک سیاست قاعده‌مند، یک سیاست تجاری، یک سیاست ارزی که همشون مبتنی باشن بر سیاست توسعه صنعتی ندارید، خب این خیلی مرسوم هست که حاکم جامعه به صلاح دید خودش در اقتضای یه زمانی در یه شرایطی یه نکاتی رو مطرح بکنه. آقای دکتر، در مورد نگاه رهبری در مورد بخش عمومی میخواستم سوال ازتون بپرسم. خب رهبری در سخنرانیشون فرمودن که کسری بودجه ام الخبائث و مهمترین موضوعی که از منظر اقتصادی کلان رو میز دولت وجود داره کسری بودجه است. خب برخی اینو نقد میکنن، حالا با توجه به اینکه میگن که حالا مثلا نظام بانکی شاید اولویت باشه، نظام بانکی ما ام الخبائثه، و اینکه با توجه به اینکه حالا به خصوص تو سالهای اخیر مخصوصا دهه 90 بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تو اجزای پایپولی تقریبا میشه گفتش که تو اکثر سالها بخش اعظمی رو داشت نسبت به بدهی دولت به بانک مرکزی. میگن که اتفاقا ما باید بیایم از ظرفیت کسری بودجه برای سیاست‌های انبساطی استفاده بکنیم و با توجه به شرایط رکودی که داریم از ظرفیت دولت داره تحریک اقتصاد استفاده کنیم. آیا رهبری انقلاب که فرمودن کسری بودجه ام الخبائثه، این رو صرفا ناشی هر نوع کسری بودجه‌ای کردن یا نه منظورشون شاید بخش هایی بود که صرفا صرف بخش های غیر مولد میشه؟ این رو اگر ممکنه بفرمایید. بله، ببینید وقتی که ما یه سیاستی رو توصیه میکنیم یا از یک سیاستی میخوایم ایراد بگیریم یا نقدش بکنیم، باید اولا با احترام به آخرین یافته های علم اقتصاد باشه، باید با احترام به گذشته سیاستگذاری خود آن کشور و سایر کشورهایی که میتونه ازشون درس بگیره باشه، و سوم باید مبتنی بر با احترام و توجه به اقتضاعات نهادی خود آن کشور باشه. صرفاً با رعایت این سه نکته ما میتونیم هم سیاست طراحی بکنیم و پیشنهاد بدیم، هم اگر سیاستی معرفی شده اون رو به بوته نقد بذاریم. وقتی که راجع به کسری بودجه صحبت میکنیم، کسری بودجه وقتی که
از لنز علم اقتصاد نگاه میکنید فی نفسه چیز بدی نیست. اما فرمودید که حالا این کلیدواژه رهبری که کسری بودجه ام الخبائث هست خب خیلی پررنگ شده بود در فضای رسانه‌ای. چرا همچین تعبیری وجود داره؟ این باید ما رو سوق بده به این که بریم کنکاش بکنیم مگه ما چه کسری بودجه‌ای داریم که ام الخبائثه؟ یعنی اون کسری بودجه خوب رو نداریم، صرفا بدش رو داریم؟ که من عرضم اینه که ما کسری بودجه بدش رو داریم و به همین دلیله که رهبری از لفظ ام الخبائث استفاده میکنه. ببینید خلق یا ایجاد کسری بودجه یه منطق داره، اونم اینه که کسری بودجه چه چیزی هست؟ شما فراتر از آنچه که دارید میخواید خرج بکنید. صرفا زمانی دارای منطق هست که اون هزینه مازاد برای یک سری پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی باشه که قرار باشه در سالهای بعد آوردش اون کسری سالهای قبل رو جبران بکنه. در ادبیات از لفظ بودجه تراز در میان مدت استفاده میشه برای این موضوع. بنابراین اگر کسری بودجه ام الخبائث هست به این دلیل هست که ما کسری بودجه‌ای که خلق کردیم در اقتصاد ایران و در تقریبا شاید بیش از 50 سال اخیر به این دلیل بوده که مبتنی بر اون منطق نبوده. کسری بودجه خلق کردیم برای هزینه‌های جاری خودمون، برای اینکه صرفاً برای پوشش دادن هزینه‌های روزمره خودمون هم ما درآمد لازم رو نداشتیم که بتونیم اونها رو پوشش بدیم. بنابراین این یه نکته. اگر رهبری راجع به ام الخبائث بودن کسری بودجه صحبت می‌کنند، راجع به این وجهه بد و منفی کسری بودجه هست. حقیقتاً هم ام الخبائث هست. حالا من یه نکتهشو عرض می‌کنم اینجا خدمت شما. به این وقتی شما کسری بودجه دارید، البته این تحلیل من رو از مسیر ایجاد تورم هم میشه بحث کرد، ولی من میخوام از مسیر حساب جاری بحث بکنم. کسری بودجه شما یه مازاد تقاضایی نسبت به در مقایسه با عرضه ایجاد میکنه و دولت مجبور میشه برای اینکه اونو پوشش بده و فشار تورمی ایجاد نشه بره به سمت واردات. وقتی که واردات پیشی میگیره از صادرات، شما کسری حساب جاری دارید اون وقت. بنابراین اینجا الان شد 2 تا کسری که به کسری های 2 قلو معروف است. ولی یه لفظ دیگه ای ما داریم، کسری های 3 قلو در اقتصاد. شما کسری بودجه دارید، اون ختم شد به کسری حساب جاری شما. اون وقت شما باید مازاد حساب سرمایه داشته باشید تا بتونید اون کسری ها رو پوشش بدید. اگر به هر دلیلی نتونید مازاد حساب سرمایه ایجاد بکنید، یه 3 تا کسری ایجاد میشه که کسری های 3 قلو هستن و اینها یک انحرافات خیلی جدی رو در اقتصاد کلان شما به وجود میارن. تحریم شدن ما بر این مسئله دامن زد. ما یک کسری 3 قلویی در اقتصاد ایران متولد شد که اون باعث میشه یک سیکل مخرب ایجاد کسری، ایجاد تورم، ایجاد کسری، ایجاد تورم، انتظارات تورمی، مجدد ایجاد کسری شکل بگیره. شما از سال 90-91 به این طرف که نگاه بکنید، این سیکل رو خیلی پررنگتر میتونید ببینید. مسیر اصلاح از کجاست؟ سالهایی که ما اوراق میفروختیم که خرج حقوق و دستمزد بدیم. دقیقاً همینطور. بله. ببینید وقتی اوراق میفروشید، ما یه لفظی داریم گلدن رول در ادبیات بخش عمومی، قاعده طلایی، که میگه شما وقتی میخواید کسری خلق میکنید و اوراق میخواید بفروشید، بدهی ایجاد بکنید، اون بدهی صرفاً باید برای سرمایه‌گذاری عمرانیتون باشه، برای پروژه های سرمایه‌گذاری باید باشه و الا اجازه ندارید این کارو بکنید. ما اوراق منتشر کردیم نه برای اون کار. اوراق از چه سالی یه مقدار پررنگتر در قانون بودجه ما اومد؟ از سال 94 به بعد به صورت پررنگتر رفتیم سراغش. مبتنی بر اون منطق درستی که در علم اقتصاد میگیم اوراق منتشر بکن نبود.
ما تحریم شدیم، درآمد نفتی ما محدود شد، پولی نداشتیم که بخوایم در بودجه بیاریم و هزینه‌اش بکنیم. اون هزینه‌ها عموما ثابت، هزینه‌ها چسبنده است، شما نمیتونید یه روز هزینه‌ها رو تغییر بدید، ولی درآمدها پرنوسان. یعنی اون نکات مثبتی که حالا تو ادبیات اقتصادی در مورد فواید کسری بودجه که کینز اولین بار اونو مطرح کرد و اینها که بیا اوراق بفروش و بدهی ایجاد کن، در مورد ایران اصلا صدق نمی‌کنه. ما همه اونها رو رعایت نکردیم. ما همه اونها رو رعایت نکردیم. اوراق فروختیم، بدهکار کردیم خودمون رو برای اینکه خرج روزمره خودمون رو به پیش ببریم. الان بعد از گذر سالها من یک سرنخ به بینندگان محترم میدم. رجوع بکنیم به قانون بودجه 1403. یک بخش واگذاری دارایی‌های مالی داریم که عمده اونها فروش اوراق هست. یه بخشی هم داریم تملک دارایی‌های مالی که عمده‌اش بازپرداخت اصل و سود اوراقی که سالهای قبل منتشر کردیم و تو اون سال داره سررسید میشه باید پرداخت بکنیم. اگر اشتباه نکنم برای سال 1403 نسبت تملک به واگذاری حدوداً 89%. این به چه معناست؟ شما 89% از اوراقی که قرار بفروشید باید صرف بازپرداخت بدهی و اصل و بهره بدهی‌های قبلی بشه. اوراق یک ابزاریه که برای شما یک ظرفیت جدید ایجاد میکنه برای اینکه یه سری از پروژه ها رو رام بکنید. وقتی که 89%ش رو از نظر رقم مطلق دارید میدید برای بابت اوراق‌های سال قبل، یعنی این ظرفیت دیگه وجود نداره. باز ما در ادبیات یه بازی پانزی میگیم، پانزی گیم، که به این معناست که شما میرید قرض میکنید تا بتونید قرض قبلیتون رو بدید. حالا احتمالاً در سال آینده این 100% بشه، مگر اینکه حالا یه باز شیوه‌ای داره که اگر لازم بود عرض میکنم که دولت میتونه اینو 100%ش نکنه، ولی اگر 100% بشه و بره بالاتر دیگه شما وارد بازی پانزی میشید، قرض میکنید تا بتونید قرضای قبلیتون رو بدید. فرض بفرمایید من مبلغ 100 واحد از شما قرض میکنم، بعد الان ندارم که بدم، میرم 110 واحد از آقای شیمنجی قرض میکنم، 100 شما رو میدم، اون 10 رو بعد برم سراغ نفر بعدی 120 تا قرض بکنم، 110 تا ایشون رو بدم و این چرخه تکرار میشه. از این منظر میشه گفتش که کسری بودجه در ایران داره تبدیل به ام الخبائث شده. از هست به این دلیل که اولا ما شکاف‌های هزینه گسترده‌ای داریم. من در یک کاری توی یه محاسبه انجام داده بودم توی کاری که اونجا دیدم پیشران کسری بودجه در ایران بخش هزینه‌ایه، بخش درآمدیش نیست. یعنی اون نوسان درآمدیش نیست که پیشران کسری بودجه در اقتصاد ایران، بلکه بخش هزینه‌ایشه. یعنی شما یه سیاه چاله‌ای دارید که هر چقدر در اون میریزید پر نمیشه و او بیشتر و بیشتر میخواد. آقای دکتر شیمنجی، به عنوان حالا جنبندی میخواستم ازتون بپرسم که اگر ما بخوایم منظومه فکری رهبری رو توی چارچوبی بیاریم، آیا میشه گفتش که بیشتر حالا نزدیک جریان راست اقتصادی و بازار آزاد باشه یا نه بیشتر نزدیک جریان دخالت دولت و دولتگراست، یا اینکه نه اصلا اساساً اون سیاست هایی که مد نظر ایشونه یک جریان سومیه؟ بله، عرضم به حضور شما که اگر به بیانات نگاه خطی داشته باشیم، منظومه‌ای نگاه نکنیم، این اتفاق میفته که این منظومه فکری به یکی از این دو مکتبی که فرمودید نزدیک بشه. در سالهای اخیر تو فضای رسانه‌ای همین خیلی پررنگ شده، یعنی اینکه پژوهشگر یک سوگیری خاصی داره یا طرفدار یک مکتب خاصی هست، با اون مکتب میخواد بیانات رو برای ادبیات خودش، برای فربه کردن نظریه خودش استفاده بکنه. خب پرتکرار این انجام شده، تحریف ادبیات حضرت آقا انجام شده، تو رسانه ها هم هی مطرح میشه.
اما این یک مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگ هم اینه که شما باید بیانات رو ببینید که در چه دهه‌ای مطرح شده، در چه روزی مطرح شده، در چه دولتی مطرح شده، اقتضای زمانی چه بوده، تحریم بودیم، تحریم نبودیم، با چه کشورهایی در ارتباط بودیم، با چه کشورهایی نبودیم، به طور غیر مستقیم درگیر جنگ بودیم یا نبودیم. همه اینها اقتضاعاتی دارد. ولی وقتی همه اینها رو کنار هم بذارید به یک مجموعه میرسید. یک مجموعه که یک عقلانیت اقتصادی رو برای شما روشن میکند که نه اون دو تا نکته‌ای که توی سوال اول و دوم پرسیدید، نه بحث جریان مینستریم، جریان اصلی و اجماع واشنگتنی رو تایید میکنه، نه بحث دخالت‌های حداکثری. بنابراین یک مکتب فکری نو هست که نیاز به پژوهش داره. یعنی یه سری آدم‌ها روی منظومه فکری حضرت آقا پژوهش انجام بدن، پژوهش اقتصادی انجام بدن، ابعاد اون رو بسنجن، زمان اون رو بسنجن، پیش شرط‌های یک سیاست رو پیدا بکنن از دل این بیانات. اون موقع میشه که بگید این یک راه حل هست. حالا ما تو اجرا سراغ اون رفتیم یا نرفتیم میشه مباحث پسینی. جنبندی همین پرسش رو میخواستم بپرسم که از منظر شما منظومه فکری رهبری رو نزدیک به کدوم جریان میشه دونست؟ ایشون طرفدار بازار آزاد و به قول معروف منع قیمت گذاریه، یا نه از طرفی مثلا طرفدار اینه که دولت نظارت و دخالت داشته باشه در امور اقتصادی؟ ببینید، من تو این حوزه که میخوام عرض بکنم متخصص نیستم، صرفا یه سرنخی رو میخوام بدم و بینندگانی که علاقه‌مند هستن به این مباحث میتونن پی اون رو بگیرن. من به نظرم نکاتی که رهبری اشاره میکنن در اقتصاد، البته که خب با در واقع اخذ مشورت‌های مختلف از صاحب نظران هست، اون که در این موضوع که شکی نیست، اما پایه این نگاه به اقتصاد به نظرم از یک فلسفه ای میاد، از یک نگاه فلسفی رهبری به حکمرانی و نقش دولت میاد و در اون پازل میگنجه. تو این حوزه عرض کردم که من خیلی متخصص نیستم، اما میدانم که در واقع اگر قرار باشه فهم و درک بشه توصیه های مختلفی که رهبری دارن، بعضی هاشون راه بردن، بعضی ها شاید یک سیاست اجرایی خیلی مشخص و شفاف و در واقع روزمینی باشه، اگر بخوایم اونها رو درک و فهم کنیم و یک نگاه به قول آقای جمشید منجی منظومه‌ای یا یک نگاه سیستمی داشته باشیم، باید بدونیم که همه اینها از اون نگاه فلسفی برمیاد و باید از اونجا در واقع نگاه کنیم. بنابراین عرض من اینه، فرمایشات رهبری رو نمیشه منتسب به یک جریان فکری خاص در اقتصاد کرد. فرمایشات ایشون رو باید در منظومه فکری خود ایشون مطالعه کرد و درک و فهم کرد. آقای دکتر خیلی ممنون، تشکر از وقتی که در اختیار ما استفاده کردیم. ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه.